به PPV ترافلز خوش اومدین. ماجراجویی بعدی در کمتر از 24 ساعت شروع شد. اومدم خونه، گفتم تخت میگیرم میخوابم، قشنگ غذا میخورم، استراحت مشتی. یه سوال ساده به ذهنم رسید که یه هفته دیگه وقت داریم این سفرمون نشه. میخواستم تظاهر کنم که نشنیدم، ولی دیر شده بود دیگه. شنیده بودم، جواب قطعا بله بود. با ماه کامل ساعت 4 صبح شروع میکنیم ماجراجویی بعدی و قرار چیز خوبی در بیاد. بعد از حدود 1.5 ساعت پرواز از اسلو پایتخت نروژ رسیدیم به بوده، شهر ساحلی شمال قشنگ. از اونجا آدم باید یک کشتی بگیره به سمت جزایر لوفوتن که من رزرو کرده بودم به سمت موسکنس، در واقع جنوب این جزایره. و از شانس ما اسکله خراب شده. سالی یه بار اتفاق میفته. بریم یه شهر بالاتر، سولور. اگه اونجا ببینیم تاکسی، اتوبوسی چیزی باشه که از اونجا بگیرم بیام پایین سمت پایین جزایر، اونجا که برنامه‌ریزی کرده بودم برای هایکینگ. حالا فعلا خدا رو شکر یه چیزی گیرمون اومده، نشستیم تا ببینیم چی میشه. شب اول دیگه فقط رسیدیم یه جای پیدا کنیم کم کنیم و بخوابیم. تاریک شده دیگه، کار دیگه نمیشه کرد. فردا روز بهتری خواهد بود، ببینیم چی میشه. خب روز دوم در شهر سولور. خیلی بعد یه شب خیلی سرد یه روز گرم و آفتابی داریم تجربه میکنیم، خدا شکر. یه مسیر خیلی باحال پیدا کردیم به سمت یه مسیر هایکینگ خیلی خوب. از وسط این جنگل اومدیم قرار بریم اینور با توبیاس، بچه های ناب بلژیک. و کنار این دریاچه داریم استراحت میکنیم. مقصد یه دروازه شیطان، دیویل گیت، که عکسای جذابی داشت. بریم ببینیم چطور به نظر میاد. ما الان نزدیک یکی از اون قله ها هستیم. این راپله های آخر منتهی به قله رو مثل اینکه شرپاهای نپال ساختن. اونایی که تو اورست کار میکنن، کار هر کسی نیست. Wow. Nice. یه ویدیو خوشگل دو طرفه تو رأس رسیدن به قله هستیم. همون ور همین ور. به 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 به. عالی. Good job, Tobias. Yeah, good
Good job. We made it. Hey man, legend. Good Do to you you. remember the route? I can help you. Just wait a minute. We have panoramic view like here. Oh yeah, I'm also gonna take a panoramic. Maybe a video. So, بعد از 3 ساعت پیاده روی سخت اتوبیاس رسیدیم به ویو 360 درجه نوک قله فلیا توی سوالور لوفوتن. خدا وکیلی بی نظیره، حرف نداره. خب شب دوم با همین ویوی زیبا در کنار همین قله میخوام کمپ کنم و یه غذای از این خشک که فقط آب گرم نیاز اضافه بکنیم میخوریم. جواب یه آتیش نابم را انداختیم که یکم گرم شیم و فردا میخوام از یه مسیر دیگه از همین ور برم سمت اون قله اون سمتی، ببینیم چی میشه. صبح بخیر. شروع روز سوم به سمت یه قله دیگه بلوستیندن فکر کنم اسمشه. از اونجا زده 1.5 کیلومتر. خدا میدونه چقدر سخته، چون اینجا قله اینجوریه که ارتفاع زیادی ندارن ولی چون یهویی از سطح دریا ارتفاع میگیرن سختن. واقعا یاد گرفتم اینجا که چقدر بلند و کوتاه رفتی به سختی نداره. میتونه 400 متر باشه ولی کلی انرژی بگیره. با ویو شهر سوالور میریم که روز آفتابی خوشگل شروع کنیم. باز یه ویو خوشگل دو طرفه رو در رأس کوچه هستیم. دیروز اون قله روبروی بودم، الان از این مسیر متفاوت ویوهای بی نظیر هم که ادامه داره. به نظر من، نظر شخصی میشه، نظر شما متفاوت باشه، زندگی واقعا یه هنر تعادله بین اینکه چقدر اون بالا رو ببینیم تا یه حدی که انگیزه بگیریم و نخوره تو ذوقمون با وجود همین سختی‌هاش، و اینکه چقدر اون پایین رو ببینیم که انجامش دادیم، رد شدیم ازش و تموم شده، تا یه حد که انگیزه بگیریم نه که مغرور شیم و ارضا شیم. واقعا کوهنوردی همین درس‌ها رو داره. خدا وکیلی. خب اینجا قله بلوستیندن 600 متر تقریبا میشه با بلندترین نقطه این منطقه. یه سراییه، این از این راهیه که خودم اومدم. اینجا میشه برگشت به شهر و این هم از سمت رأس میشه رفت به سمت قله دیگه که اون 400 متر تووا اسمش. احتمالا برم اون سمت اون پایین دریچه مریچه هم داره، آبمون هم تأمین میشه. یکی دو تا اون پایین هست.
خب شروع روز 4 توی آب و هوای فوق العاده بادی. انقدر باد زد دیشب نفهمم چی خوابیدم. داریم از کنار آبشاری میریم پایین کنار شهر سولور. اونجا یکم پرسجو بکنیم راجع به کشتی‌ها، چون به خاطر اون تغییر برنامه و اینا هیچی سر وقت نیست. خاطر همین گفتم برم یکم پرسجو کنم و فردا رو برنامه‌ریزی بکنم بر پایه اون زمان کشتی‌ها. ببینیم چی میشه. خب رسیدیم به اون آبشاره، ولی خب مثل اینکه مینی آبشار بود، گولمون زدن، ولی خب بدم نیست. یه مورد خیلی جالب که از تو شهر میشه دید، این دیوید گیت بود که اول رفتم اونورا شب خوابیدم، بعد این مسیر ادامه دادم رفتم بالا آمدم پایین، این توبا اونجاست و شب دومم اونورا خوابیدم. چقدر جالب از اینجا همیشه میشه دید. خب دیروز اومدم سمت شهر پرسجو کردم برای کشتی‌های برگشت. مثل اینکه اون کشتی که باش از بوده اومدم شهر سولور دیگه بر نمیگرده. از شانس ها، چون مشکل اون شهر موسکنس که در واقع گفتم اون حل شده، کشتی از اونجا برمیگردن و این کشتی که من اومدم موقتی بود فقط برای رفت. حالا مجبور شدم که تا اتوبوس بگیرم و برگردم و برم سمت موسکنس. دیشب فقط یه جایی گرفتم و استراحت کردم. الانم یه اتوبوس سوار شدم تا لیکنس، از لیکنس دوباره اتوبوس دیگه باید آدم بگیره تا موسکنس، بعد اونجا باید برم پرسجو بکنم راجع به تایم کشتی‌ها. یه جای زیبا از اونجا حتما باید برم ببینم نزدیک موسکنس، رین برینگن، یه ویوی خیلی خوشگل داره و بعدش بیام نزدیک اون کشتی‌ها چادر بزنم و آماده باشم که فردا به احتمال زیاد فردا صبح زود کشتی برای سمت بوده و بعدش اسلو و بعدش هم گوتنبرگ. به نظر برنامه خوبی میاد اگه همیشه طبق روال پیش بره. شهر رینه پیاده شدم. من میرم سمت مووی و خوشگله اگه باد بذاره، اگه باد ما رو نبره. خب اینم از روز آخر بعد از اون شرایط بادی رین برینگن اومدیم سمت موسکنس. اینجا آرومتر خدا رو شکر. یه جای پیدا کردم برای کم نزدیک اون جایی که فردا صبح قراره کشتی بگیرم و برم سمت بوده.
و بعد از بوده پرواز اسلو و بعد اتوبوس گوتنبرگ. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین و اگه تماشا کردین و حالا امیدوارم که یا خوشتون اومده باشه یا به درتون خورده باشه و اینکه تا سفر بعدی و ویدیو بعدی خدا نگهدار. Complete.